درود بینندگان عالی قدر، این لحظه ما به شما آید زندگی نامی ساکنان محله تانگ یلدوزی ناحیه چنازی ولایت تاشکند حکایه می نماییم. در ازبکستان نو با تشبث سرور دولتمان در تمام جنبه های حیات تغییرات کلی به عمل آمد. آن نه تنها از جانب خلق سر ملت مملکتمان بلکه از طرف دولت‌های همسایه و همکار تمام جامعه جهان فعالانه دستگیری می‌گردد. محله تانگ یلدوزی که اکثر اهالیش تاجیکانند در 5 سال اخیر رو به ترقی نهاد. با شرافت کارهای آبادانی راهی اسفالت پوشی 4 قطاره بنیاد گردیده، در دو جانب آن 28 عمارت اقامتی در اساس لایحه نمونوی نو قد افراختند. در همین کوچه کودکستان نو نیز قد افراخته است و باز مرکز مدنیت ازبک و تاجیک و مغازی کوچک و بینای نوی علاوگی مکتب تعلیم همگانی این محل را زیب داده است. در نتیجه در این کوچه که با نام استاد صدرالدین عینی یاد می گردد، مجموعی انشاءات‌های تعلیمی و فرهنگی و استراحتی و اجتماعی به وجود آمد. این محله از یک آستانه سر می شود. این محله ما هم تانگ یلدوزی محلش همش از ملت‌های تاجیک عبارتند. 1700 تا آدم زندگی میکند، 634 تا خاندانند. اینا همه هاشان دهقان ورشکار در بالای خود کار کرده و دیگر آدم و ها مشغول نشده به همه حال و حیات حاضره شدگی 1000 بارانه شکرانک میکردگی ذات ها هستند. اینها همین حیات نیکی را همین سالها آمده با نغز بودنش، عزیز بودنش با اثبات کردن وطنداشای ما، رهبرای ما و اینها زمین ها جدا کرده دادن. از طرف این رهبرها پرزیدنت ما هر یک تاشون به کم تامین کردگی عائله ها به زمین جدا کردن. فرمان های نو برآمد که همش بهتر زندگی کردن خلق درباره غم خلق همه امکانیت کرده استاده‌اند. ما تشکر میکنیم که هم خیلی وطن فرزندشیم. همین قدر افسوسی مهنت، من دهقان هستم، یکی از فرزندانی کلانی همین محله هستم. پدری من یکم بار همینجا آمده 36 سالها من بتون اولادهای من هم این اولاد این کلان موی سفید فرزندش من باشم شکرانه میکنم. ماها دهقانها آدمان قشلاق همه ها ما به مهنت حلالا ما به مهنت دهقانی ها ما به همچه فهمید که وطن به خدمت کرزادی. در محله آباد عائله های نمونوی خیلی زیادند. تربیت فرزند صاحب علم و هنر گشتن آن البته در محیط عائله زیر تأثیر والدین شکل می‌یابد. اکثر کلانسالان نه فقط در عائله بلکه در تربیت درست فرزندان در محل زیست خیلی فعالند. زیاده قریب 1 عصر می شود که در همینجا تاجیکان آمده خانه جای کرده استقامت میکنم. مردم این محل البته با تمام کارهای گوناگون خواجگی مشغول هستند، با پختکاری، با پیله پروری، با باغبانی، با تدبیر کاری البته مشغول هستند و در اینجا خلق ملت ما با ملت‌های قازق، ازبک در همسایگی همجهتی استقامت میکنیم. خلق ملت‌هایی که با همجهتی با ما زندگی میکنند توی مراسم‌های ما همش البته با خشوع خرسندی میگذرند. در معرکه‌های همدیگر با همجهتی با همدوستی همه اشتراک دارند. ما البته از این بسیار شاد هستیم. حرکت میکنیم که باز هم از صدق جان یعنی برای وطنمان برای کشورمان یعنی با همجهتی یعنی مهنت کنیم.
ساکنان این مسکن سرغیرت و سرکارند، چون همه به یکدیگر خویش و پیوند گشتند. از اینجاست که هر یک چاره بینی و مصلحت و مشورت عملی می گردد. رئیس جماعت شهروندان محله انتخاب گشتن عثمان جان زمان فهم کاری خیر است برای ساکنان. ما در اینجا تان یولوز محله شنده 3 محله استقامت میکنن. 3 محله اول یکش اخلی گفتگو اونجا فقط قزاقا استقامت میکنن. مثلا مرکز گفتگو ازبک قزاق ارالش زندگی میکنن. تاجیک محله گفته خیلی معلوم است که تاجیکا فقط تاجیکا زندگی میکنن. این مقصد ما فقط چیه؟ یک تا با هم جمع شده و توی مرکامان همه شنده با هم ما یک جای شده خدمت میکنیم. مثلا اگر توی تاجیکا نیست که به سرود قزاق‌ها مثلا توی گذرونند، یا که توی قزاق‌ها و ازبک‌ها شده که میدونن که فقط اشله تاجیکی را میمونن، چون که ما هم تکلیف میدن توی با ما میریم اونجا توی با ما هم خیلی با هم جهت کار میبینیم تا همین وقته. همین که 2019 همه کوچه ما اسفالت نف شد. من خیلی من در درگاه ها کم تامین اونجا با خونه ساخته دادن. محترم پرزیدنت ما همه خیلی وای کردن. من شما شرایط ما من گاز نقش شد، آب نقش شد، راه ما نقش شد. همین خلق همین تان یولوز همش من ندار. همه خیلی ما به شرایط کرده آدم بغیر من تکستیل است. تکستیل ما 150 تا زاید کار میکنن. دختران ما، ضعیفان ما، احوال مثال اخلیک قزاق‌ها دختراش میبیان کار میکنن. اون مرکز هم میبیاد کار میکنن. ما افتوز مونده خونه به خونه ترخی کرده با وقت کار با سیمه آلش کرده میبره. همه خیلی سیمه اختی کار میکنن. همین شرایطاشون خدا به شکر نغزه. بینای نوی علاوگی مکتب تعلیم همگانی رقم 47 این محل را زیب داد. تمام صنفخانه ها با تجهیزات های زمانوی تامین گشته است. مکتب یگانه که در ناحیه با زبان تاجیکی آموزانده می شود. کتاب های درسی، کتاب های بدیعی اثری همش از جانب ازبکستان به نشر برآمده به مکتب ما پیشنهاد کرده می شود. با خلق تاجیک و دیگر خلق ملت ها بسیار اعتبارهای کلان دادن. یکی از اینها که به ما در ساحه صنعت حالا پیشرفت شدیم که برای ما قصری فرهنگی تاجیک و ازبک ساخته شد که از حساب همین فرزندهای ما در کنکورس های جمهوری اشتراک دارند، جای فخری گرفته ایستادند. همه با امکانیت ها بسیار داده شد. بغیر از این مکتب ما که با یگانه زبان تاجیک شدن باید اختصاص عالی معلومات بسیار طلب داریم. برای همین من مثال 2 نفر جوانی که زبان خارجی که زبان خارجی خواننده میشه زبان انگلیسی 2 نفر قدر قبول کردیم. خدا به شکر که حاضر خواننده ها ما زبان انگلیسی با روان گپ زدن یاد گرفتن. خدا خواهد آینده برای وطن خودش، برای زادگاه خودش، برای ملت خودش خلق در ازبکستان زندگی کرد. 130 خلق ملت در اینجا همه یک تن یک جانن. خدا خواهد شاگردا تحریک کرده میبریم. برای باز هم بهتر شدن تعلیم و تربیه اهل جماعی مکتب کوشش و غیرت میکنند. با طلب و درخواست زمان از خود نمودن زبان خارجی در جای اول است. در مسکن علم برای از بر نمودن دانش و زبان شرایط مساعد است. Biz 2021 yil Guliston davlat universitetining filologiya fakultetini shu ingliz tili yo'nalishini bitirib, sentabr-avgust oylarida kelib, Chinoz tumanidagi 47-chi umumta'lim maktabiga, tojik maktabiga kelib ishga joylashdik. Bu maktabda bolalarning o'qishga bo'lgan chanqog'i juda ham yuqori. Ayniqsa ingliz tiliga juda ham qiziqishadi. Kelib bizda savol-javob qilishadi. Bilmaganlarni qayta-qayta kelib so'rashadi. Qo'limizdan kelgancha shu biz o'rgatyapmiz, to'g'ri yo'nalish berib. To'g'risini aytsam, bolalar bilimga juda ham chanqoq. Ayniqsa ingliz tiliga. Hozirda tayyorlayotgan darsdan tashqari tayyorlayotgan o'quvchilarimiz bor. Ular hozir IELTS sertifikatiga tayyorlanib, xudo xolasa dekabr oyida topshirmoqchi. Maqsadimiz shu bolalarga qo'limizdan kelgancha tarbiya, ta'lim, o'zimiz bilganlarimizni o'rgatib,
xudo xohlasa yaxshi o'qituvchilar, yaxshi kasblarni egallashga o'zimizni hissamizni qo'shyapmiz. حالا اکنون در صنف فنی زبان انگلیسی مکتب مذکور بنابر طلبات زمانوی در تمایل ایجادی و غیر عنعنوی با اصول نو امکان با وجود آمده است. در شفت مکتب اداره جماعت شهروندان و کارگاه اینسپکتور پروفیلاکتیکا ساخته شده است. روز از روز مشکلات آبی آشامیدنی با نیروی برق و گاز طبیعی تأمین نمودن دهه رو به بهبودی گذاشته است. در این محلی ما خب بسیار کارا شدن. کوچی تینچلیکامو 70 تا خاندان جاگیر شدگی حاضرنده همون ویا اکسیون زمین بریده به سود که خودشون به کار تامین کردن. دهقان خوجالیک حجت به دستاش گرفتن. کوچی یاشتر میگود همون کوچی یاشترامون همه قسال بوده حاضر گاز درآوردگی نبود. من این دم روز برومده محاکمت قطع مراجعت کرده همون حالا 28 خاندان باشه همش به گاز تامین شد. بعد با یک کوچی دیگه ما آب نوشاک آب معماش بود. من حاضر به این نزدیک که آب نوشاکر هم در اومد و دیگر کاراش ساده. مثلا یک فقراما در همین آبادی کوچش سرتراش خانه کشاده شد و گرم خانه ها کشاده شد. اساساً درایور همین محله از همین عبارت که دهقانی کردن. همین چیزها خدا خواهد خلق ما با خودش تینجه. با راه‌های داخلی دهه شغل ریخته شده است. راه‌های پیاده‌گرد کشیده شده، فروزانک‌ها گذاشته شدند. برای زیب دادن کوچه‌ها نهال‌های منظروی و گل‌ها شنانده شدند. من با تشبث یاردمچی حاکم برای ما راه آب را افسد کرده دادند. آب نوشاکی نبود که ما آب نوشاکی را با پول می‌خریدیم. حاضر مثلا برای ما آب‌های نوشاکی کلانت‌ها آورده هستند که ما از آنهاش استفاده برده مثلا می‌گیریم. 40 ساعت زمین فرزندهای ما در این اکسیون زمین را بریده گرفتن که حاضر برآمده مثلا از سال دیگر مثلا زمین را برای ما می‌دهد. ما در همون زمین کشتی کار می‌کنیم. دیگر از سبزیجات‌ها کاشته برای احتیاج خود و برای برآوردن برای بازارمان خدمت خود را می‌رسانیم. این زمین را یک من نه قطار من 99 کسی دیگر هم زمین بریده گرفت که همه ها از سال دیگه برآمده در اون زمین ها کار کرده استفاده می‌کنه. از زمین طرف پرزیدنت شده که من تدبیرکارها کمک رسانم. مثلا ما از زمین باید نداریم که فرزندهای ما بیکار بودن، فرزندهای ما به کار تامین کرده شدن و فرزندهای ما در آینده مثلا کارهای خود را تدبیرکاری کرده مثلا برای احتیاج وطنمان و برای احتیاج خودمان استفاده برده می‌شود. ساکنان این محله با کارهای چارواداری، باغبانی و دهقانی شغل می‌ورزند. در کارهای کشاورزی به دستاوردهای خوب نائل گردیدند. صدارت آدینه‌زاده یکی از صاحب کارانی صاحب تجربه می باشد. من دهقانیامو همین سبزی سر کردیم 2012 به 2014 هم سال به دهقان کردم استادیم. نه خدا شکر حال ضرر دیگه جامانه همه که زمین داده همه که آب و مانه همه خیلی شرایط کرده خدا شکر. بچه ها ما را دیستادیم خونون سادیم شرایط ها ما نست. من دهقانه به نمی نالیم حاضر به دهقانه کرده خدا شکر ضرر دیگه جامع نیست. من همین سال به خدا خود زیاد کردیم. یا 50 ساعت بود یک کردیم 1.5 هکتار کردیم. سال آمدیم 2.5 هکتار زمین کردیم. من خدا شکر نیمی آدم هم زمستان به سبزی زمستانش تامین کرده میتیم. 20-25 تا زورا ما رسیده آیله به خوراکواری سبزیش کرده میتیم. سرتوی من اهمی سبزی کردم خدا شکر. من برای شوهرم یک تا ماشین گرفته داده. همین زندگی ما سازش اپشتی همین دهقانی خدا خواهد مجل ما همین 100 میلیون 140 میلیون مجل های خدا خواهد. خانه می سازیم با کلیجه بچه ها با خانه کرده دادن در کار با بیار خانوندن در کار یک کس می نصب جاگیر کردن در کار. لیکن دهقانه هم گنده نیست. من خودم حاضر اهمی دهقانه نو خوردم ساده. زبان زمینم دهقان میفهمد.
از کوچه آمده و دهقان کرده زمین گرفته و نمیتوند اینه به مهنتش های هوه به خود یک لوله که یوش باری اینه تربیه کرده میبریم و همین حاصل میرسانیم. جهان را خرمی از دهقان است. شکرانه میگوییم که سال جاری آفریدگار برکه رحمتش را از ما دریغ نداشت. برابر آبچکاری باغبانانمان هم دسترخوانمان را پوری نعمت گرداندند. انگور، سیبوناک، بهیها سر حاصل بود. مانده نباشد از این سلامت باشه، سلامت باشه. حاصل ها برکه. رحمت عمرتان برکه. خیر شد این سالتون. خدا بشیم سال دهقانی حاصل داری نقص شد خدا بشکر. از چی میگه میوه، سیب، ناک امسال بسیار شد خدا بشکر. ما خرسند این بیانده. این سیب قندل میگودینه. در اینجا 4 نمود سیب های. قندل های، سیمرنگ های، گلدن های، گلابی های، 2 نمود ناک های. باغ درآمد نقص شد خدا بشکر امسال. نمینالم شکر نقص است چی میگه. حال های همیشه خودتون شنوندگی می؟ همیشه خودم شنوندگی. تو کی حال هستین باغتون با؟ والا اینجا 15 سال تو 120 درخت اینجانده. 120 درخت میوه‌ناک همش. من خودم نقص میبینم این درخت طبیعت نقص میبینم من حال چی میگم اما یاشم طبیعت نقص میدیدم من همین باغ‌ها ساخته بچه‌ها با کرده ساده ما چی میگم اصلاش بی‌با حولی بیجیب که چیزی بیجیب یکم هوا رو تازه میکنه دیگم میوهش میخورید راحتش میبینید اینا مهمان بیاد اخطاتون میبرد میوه چیزی نه درخت چیز نه درخت از من قشلاق هم نمیستادم یاشار میگم که درخت کار فقط درخت کار میگم مقصد چی مقصد درخت میوه یکم ثواب دیم دیگه طبیعت بزرگ میکند هوا رو تازه میکند. محله تانگ یلدوزه روز از روز آباد میگردد. سطح زندگی مردم بالا میرود. در همه ساحه ها کامیابی های نظررس دیده می شود. زن آبادی خونه ده گل خونه مرد برین ده مرد یافتن میمه زن آبادی کردن. همین گل های همشه خودتون خودم شنوندم همشه. آبش هم خودتون میتید پرورش میکنید. چند فرزند دارید خاله جان؟ 8 تا. چند ندیره؟ ندیرم 1 30 تینده. ابیره هم دارید؟ ابیره هم خدا بشه. هم در زندگی برای اون که زن و شوهر با هم اتفاق زندگی کند و جوانو چی مصلحت میدهید که چه خیل باشند؟ خیل مصلحت نغزی و غیر نغزی میخواهم گندگی نمیخواهم و غیر مصلحت بچه هم کلینومه و غیر راهی نغزی میبرم بچه هم عیب کنم بچه هم جنگ میکنم خدا باشه بچه هم نه کلینوم هم نه 4 تا کلین. آبادانی های این دهه دوردست به حیات این محل نفسی تازه وارد نمود. این همه آنها را وادار می سازد که به کار و تردد فردا با دلگرمی پردازند. باوری دارند که فردایشان درخشان است. خدا حافظ.
جان سوزم در سینه محفوظم تنها منم آگاه از سوز هر روزم تنها منم آگاه از سوز هر روزم ای چشمی افسون کن ای چشمی افسون کن در بند جادویی هم چار و هم ناچار هم چار و هم ناچار از داغ حسرت ها عاشق و یودوا عالم سراپا شد پر شور و پر غوغا ای عشق روح افزا پیدا و ناپیدا ما هم گرفتاریم در قید این سودا ما هم گرفتاریم در قید این سودا ای درد جان سوزم در سینه محفوظم تنها منم آگاه از سوز هر روزم تنها منم آگاه از سوز هر روزم این چرخ چه گردان است دنیا پر ارمان است دنیا پر ارمان است اشکی ندامت ها بروی میجگان است بروی میجگان است از داغ حسرت ها عاشق و یودوا عالم سرا پر شد پر شور و پر غوا ای عشق روح افزا پیدا و ناپیدا ما هم گرفتاریم در قید این سودا ما هم گرفتاریم در قید این سودا ای درد جان سوزم در سینه محفوظم تنها منم آگاه از سوز هر روزم تنها منم آگاه از سوز هر روزم